عجب دنیایی، وقتی که دوستش نمی داشتم ترکم نکرد، اما زمانی که گفتم دوست دارم با قهر و عتاب رشته آشنایی از ما برید و رفت. پس از رفتنش عقلم به سرم زد و پیش خود قرار دادم که از این پس دروازه دلم را با سنگ غرور می بندم و رویش می نویسم تعطیل شد. عزیزم، چرا مرا ماهرانه به خود نزدیک کردی و عاقلانه از خود دور؟ مادامی که دوستم نمی داشتی، پس چرا کاری کردی که دوستت بدارم؟